خیلی خوش اومدی به این مدیتیشن دیگه. این مدیتیشن خیلی متفاوته، یه مدیتیشن خیلی عمیق و قدرتمنده. از خودت قدردان باش که اومدی نشستی و داری وقت میذاری، داری تایم میذاری، رو خودت کار میکنی، نشستی داری مدیتیشن میکنی. دمت گرم، به خودت افتخار کن. هر کجا که هستی، 4 زانو یا روی صندلی یا هر جوری که دوست داری، هر جا که دوست داری تکیه بده. 4 زانو، دستتو بذار رو پاهات، بدنتو ریلکس کن، خیلی ریلکس، انگار یه شمع داره آب میشه. ریلکس کن بدنتو. این مدیتیشن حدود 15 الی 20 دقیقه است، ولی عمیقه. ازت میخوام تمام توجه، تمام تمرکزت رو بیاری اینجا. فکر و خیال، ذهنتو رها کن. الان اینجایی، اینجا باش، حضور داشته باش. همینجوری که بدنت ریلکسه، با هم 3 تا نفس عمیق میکشیم برای شروع این مدیتیشن. دم از بینیه، بازدم از دهانه. عمیق و آروم، عجله نداشته باش. دم اول، بازدم ببر. دم دوم عمیق تر، بازدم. دم آخر عمیق تر از قبلی. بدنت ریلکس. رها کن تمام فکر و خیال، تمام نگرانی، تمام غم و غصه. اسکن بدن یادته، تمام بدنتو اسکن کن، از نوک سرت تا نوک انگشت پاهات. یه لحظه کل بدنتو حس کن، بهش فکر نکنی یا حسش کن. اگه باد داره میخوره به پوستت، اونو حس کن. دمای هوا رو پوستت حس کن. هوای گرم و هوای سرد رو روی پوستت حس کن. همینجا باش، ذهنتو رها کن، فکر و خیال رو رها کن. همینجا توجهت به دم و بازدمت باشه. مدیتیشنی که امروز قراره انجام بدیم، مدیتیشن من هستمه. یه کلمه رو ما باید تو ذهنمون تکرار کنیم و مهمتر از تکرار کردن این کلمه، حس کردن این کلمه است. این کلمه من هستمه. نه این هستم، نه اون هستم، نه من علی هستم، نه من فلانی هستم، نه من نمیدونم چی هستم، هیچی. فقط من هستم. همین لحظه، همینجا من هستم. این کلمه رو که داری میگی، مهمتر از همه حس کردنه. حس من هستم و بیار تو بدنت. این که همین الان هستی، نه تو گذشته، نه تو آینده. همین الان من هستم. با دم آروم دم میگیری، اینجوری تو ذهنت تکرار میکنی من، و با بازدم هستم. یک بار دیگه، دم، من، بازدم، هستم، من هستم. هر وقت آماده بودی این تمرین رو شروع میکنیم. تمام توجه، تمام تمرکزت رو بیار تو این لحظه. این مدیتیشن خیلی قدرتمنده، خیلی قویه و تأثیر میذاره. هر وقت آماده بودی با هم شروع میکنیم. دم، کلمه من رو تو ذهن تکرار کن. بازدم، هستم. دم، من، بازدم، هستم. تو ذهن تکرار کن و مهمتر از همه حس کن که هستی، واقعا توی این لحظه حضور داری، هستی. دم بعدی، من دیگه نمیگم، خودت تو ذهن خودت تکرار کن، منم تو ذهن خودم دارم تکرار میکنم.
من هستم. من هستم. اگه ذهنت رفت تو گذشته و آینده، بلافاصله توجهتو بیار به دم و بازدمت و من هستم. با دم عبارت من و با بازدم عبارت هستم رو تکرار کن تو ذهنت و حس کن که واقعا هستی. من هستم. بمون توی من هستم. اگه ذهنت عجله داره، اگه ذهنت خسته شده، تمام اینا رو رها کن. بلافاصله توجهتو بیار به لحظه حال، به بدنت، به نفست، به کلمه من هستم. با هر دم من و با هر بازدم هستم. با هر دمی که من رو میگی، عشق رو وارد بدنت کن و با هر بازدم تمام نگرانی و فکر و خیال رو رها کن و بگو من هستم. بچه ها، این مدیتیشن خیلی قویه، خیلی قدرتمنده. هر روز این مدیتیشن رو انجام بدید. هر روز. خسته نشو، ادامه بده. با هر دم نفس عمیق نمیخواد بکشی، همون ریتمی که هستش، فقط با دم عبارت من هستم. بازدم هر فکری میاد تو ذهنت رو رها کن. هیچ کدوم از فکرات مهم نیستن، هیچ کدومشون واقعی نیستن، هیچ کدوم از این جمله ها، کلمه هایی که تو ذهنت هستن واقعی نیستن. تو هستی. تو توی این لحظه هستی. ماهیت تو هستیه، حضور، آگاهیه. نه اینکه من علی هستم، من فلانی هستم، من این یا اون هستم. اینا همش ذهنه که داره تو رو میچسبونه به این، ذهنه که داره تو رو میچسبونه به شغل و کسب و کار، به رابطه، به هر چیز دیگه ای. این ذهنه. تو هستی، فقط هستی. توجهت به دم و بازدمت باشه. من بازدم هستم. من بازدم هستم. اگه خواستی میتونی کلمش رو بلند بگی، اگر هم خواستی میتونی تو ذهنت تکرارش کنی، هر جوری که راحتی. تو این کسی که فکر میکنی هستی نیستی. تو این افکار، این بدن نیستی. تو این ذهن نیستی. تمام نگرانی، تمام فکر و خیال، تمام ترس، استرس، اضطراب، همش از ذهن میاد. اگه توجهت رو از ذهنت بیاری به بدنت، توجهت رو بیاری به لحظه، به من هستم، دیگه ذهنی نیست. ذهن داره صحبتش رو میکنه و تو بدنت، تو لحظه ای. توجهت به نفسه. زیاد سخت نگیر. مسیر معنوی اونقدرها سخت نیست. اونقدرایی که ذهنت برات سختش کرده سخت نیست. همینه. توجهت رو باید از ذهنت بیاری به بدنت. هر وقت که در روز دیدی درگیر ذهنتی، بلافاصله توجهت رو بیار به بدنت، به دم و بازدمت، به من هستم. نه این و اون هستم. من هستم. خسته نشو، ادامه بده این تمرینو. من
بازدم هستم. من هستم. من هستم. این اتفاقی نیست که تو نشستی اینجا داری مدیتیشن میکنی. این اتفاقی نیست. اتفاقی نیست. خودتو دست کم نگیر. درگیر اتفاقهای پیش و پا افتاده دنیا نباش. اونا همش پیش و پا افتادن. یه جمله زیبایی یه جا خوندم، نوشته بود به اقیانوس توجه کن. تصور کن اقیانوس رو. سطح اقیانوس طوفان موجها دارن این ور اون ور میان، شلوغه، پر از سر و صدای، شلوغه، موجها دارن تکون میخورن. ولی عمق اقیانوس که بری، عمیق‌تر که بشی، زیر اقیانوس عمقش سکوته، آرامشه، سکونه. اون فقط سطحه، اون فقط روی اقیانوسه که به نظر میرسه شلوغه. موجها این ور اون ور میرن، باد میاد، موجها این ور اون ور میشن. اون فقط سطح اقیانوسه. تو هم عمیق شو. هر وقت در طول روز دیدی درگیر اتفاقات دنیا شدی، دیدی درگیر این که فکرت رفت تو گذشته، یاد این خاطره افتاد، بدون این سطحه. توجه تو همون لحظه بیار به بدنت، به دم و بازدمت. برگردی یه قدم عقب‌تر. تو درونت سکونه، درونت سکوته. تمام این تمریناتی که داریم انجام میدیم فقط و فقط برای اینه که برگردیم به اون سکوت، برگردیم به اون سکون. و اون سکوت از جنس کلمه، از جنس صحبت نیست. سکوته، آرامشه. هیچی نخواه. حتی توی این مدیتیشن نخواه که به درجه های بالاتر برسی، نخواه که چیزهای جدیدی به دست بیاری، نخواه که آگاه تر بشی، نخواه که معنوی تر بشی، نخواه که حالت بهتر بشه. هیچی نخواه. باید تمام این چیزها رو رها کنی. اینا همش سطح اقیانوسه. اینا موجها هن. موجها روی اقیانوس. بیا عمیق‌تر، بیا تو اون سکوته. من هستم. دم بعدی. من بازم هستم. من بازم هستم. ازت میخوام این تمرین رو هر روز انجام بدی. هر روز 15 دقیقه 20 دقیقه بر خودت وقت بذار و مدیتیشن کن. این بالاترین و مهمترین کاریه که تو زندگیت انجام داری میدی. پس انجام بده. نتیجه رو ول کن. به نتیجه فکر نکن. توی همین لحظه باش. به آینده فکر نکن. معلوم نیست تو آینده چه اتفاقی قراره بیفته. تو همین لحظه زندگی کن. تو همین لحظه با عشق باش. تو همین لحظه بپذیر هر چیزی که هست رو. یه جمله دیگه یه جا خوندم که نوشته بود هیچ چیزی اشتباهی نیست. هیچ چیزی اشتباه نیست. هیچ اتفاقی اشتباه نیست. تو دقیقاً همون جایی هستی که باید باشی. بقیه ترجیحات کار ذهنه. این ذهنه که میخواد یه جای دیگه باشه. این ذهنه که میخواد جای بهتری باشه. جای بهتری وجود نداره. تو یا تو همین لحظه توی بهشتی یا توی همین لحظه توی جهنمی. یا توی همین لحظه حالت خوبه یا توی همین لحظه حالت بده. مولانا شعر داره، میگه گر به فهمایی آن ایوان توست، گر به جهلایی آن زندان توست. این ذهنته. اگه آگاه بشی ایوان اینجا خونته. ولی اگه داری رنج میکشی، داری اذیت میشی، یعنی تو ذهنته. این ذهنته که تو رو محدودت کرده. این ذهنته که زندان ساخته. تنها کاری که باید بکنی چیه؟ توجه نکن بهش. بذار همون جوری که هست باشه. توجه تو دم و بازدمت باشه. 3 تا نفس عمیق بلند میکشیم. 3 تا نفس اول آروم، عمیق و آروم.
3 تا نفس بعدی تند با سرعت بالا. هر وقت آماده ای بریم. دم، بازدم، دم بعدی، بازدم، دم بعدی عمیق‌تر، سه تا نفس بعدی عمیق و تند با سرعت بالا. دم، نفس عمیق، نگه دار، حبس کن 10 ثانیه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. ممنونم که توی این مدیتیشن همراه من بودی. مرسی ازت. دمت گرم که برای خودت وقت گذاشتی. عشق و نور به قلبت. هر روزی مدیتیشن رو انجام بده. مدیتیشن بعدی هم میبینمت. فعلا.